ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 13. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. боби 3. сиёсати иҷтимоӣ ва натиҷаҳои умедбахши он. 2. рушди соҳаи маориф дар даврони истиқлолияти давлатӣ. این بود که مبلغ گذاری برای این ساحه برای دولت و ملت مهم از حساب بودجه جمهوری و دیگر منبع‌های مبلغ گذاری سال تا سال افزوده از 41 میلیون سامانی سال 2000 تا سال 2012 به 1.6 میلیارد سامانی رسانیده شد و در سال 2016 باشد. برای این ساحه تنها از حساب بودجه دولتی زیاده از 3 میلیارد و 146 میلیون سامانی جدا کردید که این نسبت به سال 2015 7.8% زیاد می باشد. مبلغ مذکور 17% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل داده به 5.5 مجموع محصولات داخلی برابر است. جهت بهبودی بخشیدن به شرایط تعلیم و تربیت و تحصیل خوانندگان، طی 25 سال استقلالیت دولتی بیش از 2000 مکتب تحصیلات میانه عمومی با تمام شرایط معاصر و طرح زمانوی ساخته به استفاده داده شد که مبلغ عمومی مصرف شده در این سمت 2.7 میلیارد سامانی را تشکیل می دهد. در این دوره به بنیاد و تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی توجه خاص ظاهر کرده شد. چنانچه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری 2054 بینای مؤسسه تعلیمی به مبلغ 1 میلیارد و 991 میلیون و 55 هزار سامانی بنیاد و از نوسازی گردید که در نتیجه بیش از 444 هزار جای نشست فراهم آورده شد. از جمله از حساب بودجه جمهوریوی 1192 مؤسسه تعلیمی برای 289914 جای نشست با مبلغ 1 میلیارد و 393 میلیون و 768 هزار سامانی از حساب سرمایه خارجی 381 بینای مؤسسه تعلیمی برای 690,072 جای نشست با مبلغ 383 میلیون و 279 هزار سامانی و از حساب صاحبکاران و به طریق حشر 451 بینای مؤسسه تعلیمی برای 62,605 جای نشست با مبلغ 167 میلیون و 302 هزار سامانی ساخته به استفاده داده شدند. در این زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی ساختمان، تعمیر و از نوسازی مکتب‌ها برای سالهای 2008-2015 که در خانه‌های شخصی، وگان خانه‌ها و بیناهای معموری و جایهای جمعیتی قرار دارند، از 27 آگوست سال 2008 قبول گردید که آن ساختمان و از نوسازی 804 بینای مؤسسه تعلیمی را با مبلغ عمومی 590 میلیون سامانی در بر می گرفت. با مقصد عملی گردانی برنامه مذکور در این دوره
کارهای معینی به انجام رسانیده شده، زیاده از 665 بینای مؤسسه تعلیمی از نوسازی گردید. سال 2007 در جمهوری مؤسسه‌های تا مکتبی 482 عدد را تشکیل می دادند. در سال 2016 شماره کودکستان‌ها به 603 عدد رسید. تعداد مؤسسه‌های تا مکتبی در شهر و ناحیه‌های کشورمان سال تا سال زیاد می شود. مسئله تأمینات کادری در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی تدریجاً حل خود را یافت. اگر در سال 2007 شماره کارمندان در مؤسسه‌های تا مکتبی 4711 نفر را تشکیل می‌داد، حالا در مؤسسه‌های تا مکتبی شهر و ناحیه‌های جمهوری 8441 نفر مربی فعالیت می‌نمایند که این نشان داد نسبت به سال 2007 3730 نفر بیشتر است. برنامه‌های دولتی کامپیوتر کنانی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی زیر نظارت قطعی ما و حکومت کشور قرار دارند. الحال در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان 55589 عدد کامپیوتر، 9207 عدد پرینتر، 2318 گنراتور دیزلی استفاده می شود. در جمهوری به هر 13 نفر خواننده صنف‌های 7-11 یک عدد کامپیوتر راست می آید. با تشبث ما و نظارت قطعی حکومت، برنامه دولتی کامپیوتر کنانی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2015 114.7% اجرا گردید. همچنین با مقصد اجرای برنامه در مقیاس جمهوری 1599 مؤسسه تحصیلات عمومی به شبکه بین المللی اینترنت پیوست کرده شد. در دوران استقلالیت دولتی در برابر فعالیت شکل‌های عنعنوی تعلیم و تربیت، مکتب‌های تیپ نو به فعالیت شروع نمودند. طبری به همگان معلوم است در زمان شوروی مکتب تیپ نو خصوصی و غیر دولتی عمل نمی کرد. الحال در جمهوری 151 مؤسسه تیپ نو از جمله 83 گیمنازیا، 68 لیتسه فعالیت می نمایند. همچنین در این دوره 9 مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد که در آنها بهترین شرایط تعلیم مهیا کرده شده است. بی‌شبهه کشادن مکتب‌های نوعی معاصر و جریان گرفتن اصولهای فعال تعلیمی فنهای گوناگون در ساحه معارف جهش بزرگی را به وجود آورد. با مقصد دریافت و رشد استعدادها، با پیشنهاد ما برنامه دولتی دریافت و رشد صاحب استعدادها در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده، طبق آن در همه شهر و ناحیه‌های کشور امروز مرکزهای دریافت و رشد استعدادها تأسیس یافتند. تشکیل چنین مرکزها امکان فراهم آورد که کار با خوانندگان قابلیتناک تحکیم یافته، تعداد اشتراکداران و غاریبان المپیادهای جمهوریوی و بین المللی سال تا سال افزایش یابد. اگر شماره اشتراکچیان المپیاد جمهوریوی در سال 2009 588 نفر را تشکیل داده باشد، پس در سال 2016 شماره آنها به 1236 نفر رسیده است. یا خود
اگر تعداد غالبان المپیادهای بین المللی در سال 2010 96 نفر باشد، در سال 2016 این نشان داد 236 نفر را تشکیل می دهد. در سالهای 1990-2005 در زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی از روی 75 اختصاص کسب‌های کارگری آماده کرده می شدند. سال 2016 هم باشد در 61 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی جمهوری خوانندگان از روی 96 اختصاص کسب آموخته به آنها 2416 نفر آموزگار و 1224 نفر استادهای تعلیم استئصالی تعلیم می دهند. در جمهوری 43 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی فعالیت نموده، آنها برای اقتصاد ملی متخصص آماده می کنند. در مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی سال تا سال شماره دختران تا رفت زیاد می شود. اگر در سالهای 1991 1992 44% را دختران تشکیل می کردند، سالهای 2007-2016 هم این رقم به 60% رسیده است. الحال در مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی همگی 67105 نفر دانشجو تحصیل می نماید که 38452 نفری آنها دختران می باشند. اگر در سال 1992 در جمهوری 13 مؤسسه تحصیلات عالی با تعدادی 70600 نفر دانشجو 21900 دختر فعالیت می کرده باشد، پس در سال 1997 این تعداد به 25 و 76700 نفر 20000 دختر دانشجو رسید و در سال 2016 هم باشد در جمهوری 39 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 170,000 نفر دانشجو از جمله 53217 نفر دختر فعالیت داشت. در این مؤسسه های تعلیمی اگر سال 1991 1835 نفر نامزد علم و 226 دکتر علم فعالیت نموده باشد، پس امروز در مؤسسه های تعلیمی 2594 نامزد علم و 549 دکتر علم به دانشجویان درس می گویند. باید ذکر نمود که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیدن برنامه‌های دولتی عاید به کامپیوتر کنانی برای 2 دوره و عاید به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی خیلی مهم و سری وقتی بوده. آنها برای در سمت طلبات زمان معاصر تربیت نمودن جوانان و متخصصان آینده اهمیت بزرگ دارند. اجرای با صفت و سری وقتی برنامه‌های نام برده از جمله براهماندن آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی و آموزش کامپیوتر امکان می‌دهد که دانشجویان تاجیک بی ممانعت تحصیل را در کشورهای خارجی ادامه داده از دستاوردهای نوین علم و تکنولوژی برخوردار شوند. جمهوری تاجیکستان طی سالهای استقلالیت در ساحه معارف با راه گذرانیدن اصلاحات گوناگون از جمله اندیشیدن تدبیرهای ضروری و سری وقتی به کامیابی‌های نظررس نائل گردید. چنانچه در این مرحله زمینه معیاری حقوقی ساحه معارف جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شد. قانونگذاری ساحه مذکور از نو تهیه گردید
استانداردهای دولتی تعلیمی نوی تحصیلاتی تا مکتبی، میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی تهیه و قبول گردیدند. نظام دوزینگی عالی کسبی، بکالوریت و ماجستراتور با داشتن اختصاصناکی در حالتهای علاهیده جاری گردید. نقشه و برنامه‌های نوی تعلیمی در همه زینه‌های تحصیلات تهیه و در عمل جاری کرده شدند. کنسپسی‌های استفاده بری تکنولوژی‌های اطلاعاتی در جریان اداره کنی نظام معارف و فعالیت تعلیمی تهیه و قبول گردیدند. تجربه اجازت نامدهی برای فعالیت تعلیمی، اینچنین اتستاسیون دولتی و وکالت دهی به مؤسسه‌های تعلیمی جاری کرده شد. تعمیر اساسی مکتب‌ها و ساختمان مکتب‌های نو انجام داده می شود. شبکه مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی رشد می یابد. کتاب‌های درسی نوی زمانوی تهیه و انتشار می گردند. همه این دستاوردهایی می باشند که آنها را نادیده گرفتن ممکن نیست. آنها عامل‌های مهمی می باشند که برای تنظیم و رشد و پیشرفت منتظم ساحه تحصیلات مساعدت نمودند. از سال 2000 تا سال 2016 یک قطار قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی قبول گردیدند که سیاست دولتی را در ساحه معارف معین نمودند. آنها اساساً به نوسازی ساحه معارف، کامیاب شدن به دسترسی برابر به معارف، حل مسئله های گندری، بلند برداشتن صفت تعلیم، رفع کم بضاعتی با راه بلند برداشتن سطح سوادناکی اهالی روانه گردیدند. در شرایط معاصر بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در همه زینه‌های تحصیلات وظیفه اولین درجه کارمندان ساحه علم و معارف می باشد. برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه ما را ضرور است که در تمام زینه‌های تحصیلات، به خصوص در زینه تحصیلات کسبی، نه به شماره بلکه به صفت آن دقت جدی داده متخصصان جوابگوی طلبات زمان معاصر را تربیه نماییم. استادان و آموزگاران و پدر و مادران باید دقت نورسان و خوانندگان و دانشجویان را برای ازبر نمودن دانش‌های معاصر جلب نمایند. به سطح از خودکنی فنهای دقیق بیشتر توجه ظاهر کنند. زبانهای خارجی و آموزش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی را به راه مانند و به کسب آموزی شاگردان و فرزندان اعتبار جدی داده آنها را در روحیه دانش آموزی و مهنت دوستی تربیه نمایند. مسئولان ساحه را ضرور است که جهت تشکیل نمودن مرکز و محفل‌های تکنیک‌های جوان در زمینه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی و انکشاف دادن مرکزهای دستگیری خوانندگان بالیاقت تدبیرها اندیشند. جهت تأمین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با معلمان بلند اختصاص چاره‌جویی کرده دایر به حل مسئله نارسایی آموزگاران مخصوصاً از فنهای دقیق و زبانهای خارجی، اینچنین با کادرهای دارای تحصیلات عالی کسبی تأمین نمودن مکتبها تدبیرهای ضروری اندیشند. خلاصه در زمان استقلالیت دولتی ساحه معارف تحت پرچم آرمانهای استقلالیت دولتی رشد کرده سیمای خود را به کلی تغییر داد، به نظامی معین درآمد
به دستاوردهای نظررس و مهم نائل گردید که همه آن از برکت صاحب استقلالی و زحمتهای اهل معارف و شهروندان جمهوری تاجیکستان در این مرحله سرنوشت سازی تاریخی می باشد. سیوم، ملت سالم ثروت دولت است. حفظ سلامتی و تأمین خدمترسانی با صفت طبی به همه شهروندان، فراهم آوردن طرز حیات سالم هر یک ساکن مملکت از جمله وظیفه‌های عمده اجتماعی دولت تاجیکستان به شمار می روند. تحلیل وضع ساحه تندرستی کشور در دوره تا به دست آوردن استقلالیت دولتی نشان می دهد که زمینه مادی و تکنیکی آن از دوره اتحاد شوروی باقی مانده است. در برابر این، در دوره اولی سالهای استقلالیت دولتی قسم زیاد متخصصان ساحه که منسوبیت ملی گوناگون داشتند با سبب ناآرامی‌های سیاسی، وزنین گردیدن وضع اقتصادی و اوج گرفتن جنگ شهروندی ترک وطن نمودند که این عمل به ساحه سرباری نارسایی کدری را به وجود آورد. مسلم است که پیامد همه ناآرامی‌ها و جنگ و جدال پیدایش و پهنشوی بیماری‌های سرایتی عاموی می باشند که محصول آن یعنی منبع‌های انگیزه این بیماری‌ها تا حال در منطقه‌های جمهوری احیان به چشم می رسد. در همین دوره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت با دستور پیوسته ما برای اصلاح نمودن حالت به وقوع آمده دریافت راه‌های اعتدال بخشیدن به سمت‌های گوناگون ساحه را آغاز نمود. مؤسسه‌های تندرستی کشور به مکمل سازی اقتدار موجوده، واردسازی و استفاده ترتیب و شکل‌های نوی اداره کنی، پیدا نمودن سرچشمه‌های مالیوی برای مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی، اقتدار کدری، مبلغ گذاری، تأمینات با مواد دارویی، تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر نیازمند بودند. محض در همین دوره تهیه و تطبیق استراتژی اولین اصلاحات ساحه تندرستی روی دست آمد که یکی از نشانه‌های پایبرجا گردیدن نظام حاضره سیستم تندرستی تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. در ساختار تندرستی مملکت جریان بازسازی ساحه از جمله تهیه زمینه نوی قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی ساحه تندرستی، تکمیل سیستم اداره کنی و مبلغ گذاری، رشد و تحکیم کمک اولیه طبی و سانیتری به طب عائلوی اساس یافته، تجدید مؤسسه‌های طبی و فرماسوتی آغاز یافت. حجم عمومی بودجه ساحه تندرستی در دوام سالهای استقلالیت دولتی از 956,000 سوم سال 1992 به 1,263,900,000 سامانی سال 2016 رسیده است. خرج عمومی دولتی که به ساحه تندرستی صرف گردیده است در سال 2016 از 9 میلیون سامانی 6.5% نسبت به خراجات عمومی دولتی و در سال 16 1,263,900,000 سامانی 6.8% نسبت به خراجات عمومی دولتی را تشکیل می دهد.
در سال 2016 هم نقشه بودجه ساحه تندرستی 1,263,488,000 سامانی معین گردید که نسبت به سال 2015 هم 4.9% یا اینکه 159,408,000 سامانی زیاد و نسبت به مجموع محصولات داخلی 2.2% و نسبت به حجم عمومی بودجه دولتی 6.8% را تشکیل داد. در 25 سال استقلالیت دولتی بهر تربیه متخصصان ساحه تندرستی یک قطار سندهای معیاری حقوقی قبول گردیدند که کنسپسیون اصلاحات تحصیلات طبی و فرماسوتی در جمهوری تاجیکستان، برنامه رشد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در سالهای 2010-2020 از جمله آنها می باشند. این چنین با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی های طبی در این ساحه با دستگیری ما یک قطار قانون و برنامه و سندهای مهم تهیه و قبول گردیدند. همزمان قانون جمهوری تاجیکستان عاید به طب عائلوی و قرارهای حکومت کشور از قبیل استراتژی ملی صحتی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2020 و نقشه استراتژی از نوسازی مؤسسه‌های تندرستی تاجیکستان در دوره سالهای 2011-2020 فعالیت اداره کنی و سمت‌های دورنمای ساحه تندرستی را معین می‌کنند. جهت بهتر نمودن سطح خدمترسانی‌های طبی و سانیتری به اهالی در ساحه تندرستی یک قطار برنامه‌های ملی از جمله برنامه‌های پیشگیری، تشخیص و معالجه بیماری ایشمیایی دل، بیماری‌های سرطان، بیماران گرفتار نقصان‌های مادرزادی و تربادی دل، دیابت قند، نشأمندی و سیل قبول گردیده عملی شده ایستادند. در این دوره برای خدمترسانی طبی در جمهوری بیش از 1000 مؤسسه طبی ساخته و مورد استفاده قرار داده شدند. قسمی بیشتری این مؤسسه ها به واسطه از حساب مبلغ های حکومت جمهوری تاجیکستان، قسمی دیگر از حساب مبلغ های سرمایه تشکیلات های مددرسان و صاحبکاران وطنی بنیاد گردیدند. در این مدت با کمک بیواسطه ما بناهای دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از تعمیر اساسی برآمده، بیمارخانه ولایتی کسریهای سرطان در شهر کولاب، بیمارخانه کلینیکی جمهوریوی شهرک دنقره، مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه، مجمع تندرستی استقلال، بیمارخانه های مرکزی ناحیه های خراسان، جیهون، فرخار، همدانی، مؤسسه های حفظ اجتماعی در ناحیه های ورزاب و باختر ساخته و استفاده داده شدند. اگر سال 1991 شماره عمومی مؤسسه های تندرستی دولتی همگی 2862 عدد باشند، پس سال 2016 هم آنها به 3863 عدد رسیدند. شماره بنگاه های سلامتی از 1507 عددی سال 1991 در سال 2016 هم به 1704 عدد رسیدند.